نظام در حالت تغییر است، چون حادثه بسیار وخیم است و وسیع است، ممکن تعداد تغییر بود. سخنگوی طالبان اعلام کرد که خلیل رحمان حقانی وزیر مهاجرین این گروه در حمله وحشیانه داعش کشته شده است. ذبیح الله مجاهد با انتشار بیانیه نوشته که کشته شدن خلیل حقانی ضایعه بزرگ برای طالبان است. او نوشته است: خوارجی که خود را مسلمان مینامند خلیل رحمان حقانی را کشتند. مقام‌های طالبان به گروه داعش خوارج میگویند. تاکنون داعش مسئولیت کشته شدن وزیر مهاجرین طالبان را بر عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد میگوید که خلیل حقانی عمر خود را در راه جهاد و هجرت گذراند و دشمنانش برای سرش 5 میلیون دلار جایزه گذاشتند. حکومت آمریکا در سال 2011 خلیل حقانی را به عنوان یک تروریست جهانی شناسایی و یک جایزه 5 میلیون دلاری برای معلوماتی که منجر به بازداشت او شود تعیین کرد. سخنگوی طالبان این حمله را ناجوانمردانه توصیف کرده و گفته است که مخالفان این گروه با این اقدام نمیتواند به اهداف خود برای سرنگونی رژیم این گروه دست یابد. خلیل رحمان حقانی وزیر مهاجرین طالبان که روز چهارشنبه در یک انفجار در کابل کشته شد، در ماه‌های گذشته بارها از مهاجران افغان خواسته بود که به افغانستان بازگردند، چون این کشور یک کشور امن است. خلیل رحمان حقانی ماه گذشته کشورهای همسایه را به دلیل بدرفتاری با پناهجویان افغانستان محکوم کرده بود. حقانی همچنین مدعی شده بود که مهاجرین افغان در کشورهای غربی از حقوق انسانیشان محرومند و پناهجویان افغان در کمپ‌های اروپا مانند حیوان زندگی می‌کنند. و حالا او خودش با این سرنوشت سردچار شد. او بارها در نشست‌هایی که درباره مهاجران در 3 سال گذشته در کابل و دیگر ولایت برگزار شده بود، از افغان‌ها خواست تا فریب تبلیغات خارجی ها را نخورند. در افغانستان امنیت تأمین است و می توانند با عزت زندگی کنند. او اما خودش در دفتر خود در مقر وزارت مهاجرین ترور شد. افراد طالبان نیز تصاویر از مهاجمین منتشر کردند که روز چهارشنبه خلیل رحمان حقانی را ترور کردند. طالبان گفتند که مهاجم میره فلزی در دست داشت و به محافظان گفته بود که دستش جراحی شده است و او سپس در این جریان جلسه رسمی مواد همراه خود را منفجر کرد. با ما همراه باشید.